بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحجاب طاعة وعبادة للمرأة المسلمة، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه در خدمت شما سروران و گرامیان قرار داریم. با اجازه شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب هم دارم خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح گرامی، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم جناب استاد به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما قرار دارم. سلامت باشین استاد گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به یاد داشته باشید ما طی 2 قسمت گذشته بحثمان را پیرامون حجاب در اندیشه اسلامی آغاز کردیم و در 2 برنامه گذشته علاوه بر این که به تعریف واژه حجاب پرداختیم، به فواید و حکمت‌های حجاب و همچنین به عیوب و عواقب بی‌حجابی اشاره کردیم و ان شاء الله در این برنامه پیرامون انواع حجاب و همچنین صفات و شرط‌های حجاب صحبت خواهیم کرد. البته در برنامه گذشته در دقایق پایانی برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح صحبت‌هایی داشتند پیرامون انواع حجاب، اما به صورت خیلی ها کوتاه و فشرده و می‌خوایم در این برنامه انشاءالله به صورت تفصیلی تر روی انواع حجاب صحبت کنیم. جناب استاد فاتح گرامی، اگر به یاد داشته باشید شما در برنامه گذشته در آخر قسمت برنامه هفته گذشته وقتی در ارتباط به انواع حجاب صحبت کردین، بحث از حجاب پوشش به معنای اصلی و به اشاره کردین که حجاب گفتاری داریم، گفتین ما حجاب رفتاری داریم. اگر میشه در این رابطه مفصل تر صحبت کنیم. جزاکم الله خیرا. بله، در برنامه گذشته پیرامون انواع حجاب به صورت کوتاه صحبت کردیم و مطالب به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان کردیم. انواع حجاب حقیقتا یعنی چیزی که مربوط میشه به حجاب و چیزی که مشهور به نام حجاب، چیزی که مربوط میشه و ارتباط میگیره به یک زن مسلمان و احیانا برخی از این مسائل به مرد مسلمان هم ارتباط میگیره. یعنی تنها در عموم این مسائل مورد توجه زن نیست، ولی بیشتر مورد توجه زن هست و توجه شریعت به این مورد است. اگرچه برخی از مسائل گفتیم به مرد هم مربوط میشه که انشاءالله در لابلا هر جایی که به مرد هم مربوط شد آنجا را اشاره خواهیم کرد انشاءالله. آنچه که در رفتار الله متعال سبحانه و تعالی به صورت کلی اولا یک قاعده بگین یا ضابطه به هر حال اصل برای راه رفتن برای یک فرد مسلمان میده در قرآن کریم که شما بر اساس این قاعده میتونین راه برین، چون اسلام دینیه که یعنی برای هر چیز برنامه داره، حتی برای راه رفتن ما برنامه داره. متوجه باشین چگونه راه میرین.
متوجه راه رفتن خود باشیم، متوجه چشم خود باشیم، متوجه دست خود باشیم، متوجه پای خود باشید. به هر حال اینها مسائلی که در اسلام عزیز به صورت یعنی گسترده آمده و آنچه که ارتباط میگیره برای مرد و زن اینه که وقتی انسان راه میره متکبرانه در روی زمین راه نره. و ما به دو آیه از آیات قرآن کریم در سوره اسراء و سوره لقمان اشاره کردیم که الله سبحانه و تعالی میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین متکبرانه راه نرو. و این هم برای مرد مربوط میشه و هم برای زن. اما آنچه که برای زن مربوط میشه الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نور آیت 31 میگه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. الله متعال میگه که زن پای خود را به زمین نزند تا اینکه آنچه را که از زینت خود پنهان کرده آشکار بشه و فهمیده بشه. در زمان جاهلیت این گونه بوده که زنها یک سری زنگاره های بگین به هر حال به پاهای خود میبستند، پاهای خود را به زمین که محکم میزدن جلب توجه طرف مقابل را میکرد، در حالی که نمیدیدن. بله، در حالی که طرف زن دیده نمیشد، اما همین که صدای پایبند بگیم یا زنگوله ها بگیم شنیده میشد، طرف مقابل تحریک میشد. یعنی اگر از این جهت داخل بشیم، چون در این باب یعنی اگر داخل بشین حتی قول افرادی که میگن به صورت کلی صدای زن هم عورته و از این استدلال میکنن، نه، این حقیقتا به این معنیه که اونها را جلب توجه میکنه که طرف این زن نگاه بکنن. بله. مثلا وقتی داخل کوچه، داخل خیابان، داخل جای میره، داخل جاده میره، وقتی پاهای او وقتی میزنه به زمین محکم و یک صدای از خود خارج میکنه، این پا، این زنگاله ها وقتی از خود یک صدای خارج میکنه، اون طرف مقابل به طرفش نگاه میکنه، جلب توجه میکنه اون را به طرف خود. و شبیه این را امروز یعنی حقیقتا ما در میان برخی از کشورهای اسلامی میبینیم، یا در میان برخی از مسلمان ها کفشایی که امروز ساخته شده و والله نمیدانم که به زبان ایرانی چی میگن، در زبان افغانی خب میگن کفش کوری بلند. فکر کنم که کفشی که بلند است، یعنی ارتفاع داره تقریبا 5-6 سانتی یا بیشتر. وقتی که زن با این کفش روی سرک راه میره یا روی داخل خیابان راه میره، یک ترک یک صدایی از خود خارج میکنه، یک صدایی از خود خارج میکنه و این حقیقتا جلب توجه میکنه دیگران را جلب توجه میکنه. تقریبا این شبیه همان صدایی است که در زمان جاهلیت گفتیم الله متعال سبحانه و تعالی از آن منع میکنه و برای زن مسلمان میگه متوجه راه رفتن خود باش، متوجه راه رفتن خود باش، پای خود را محکم به زمین نکوب که تا باعث بر این بشه که جلب توجه دیگران بشه و زینت تو را برای دیگران نشان بده، آنچه را که تو پوشاندی. و در ادامه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و توبوا الی الله جمیعا. این هم برای مرد و هم برای زن در جمیع موارد و بخصوص در مورد حجاب. در مورد حجاب آیت 31 سوره مبارکه نور یکی از آیات طویل هست، از آیات طویل قرآن کریم هست که الله متعال سبحانه و تعالی حقیقتا برای زن مسلمان میگه کی برای تو محرمه، کی برای تو نامحرمه و برخی از مسائل حجاب الله متعال در این آیه مبارکه و به صورت کلی اگر بگین در سوره مبارکه نور الله متعال بیان کرده. به همین واسطه روایت داریم که رسول الله علیه السلام میگن شما به زنان خود سوره نور را یاد بدین، سوره نور را به زنان خود یاد بدین و مردان شما سوره مائده. به هر حال سوره نور برای خواهر مسلمان لازمه که حداقل یک بار بخونه، یعنی بفهمه، یعنی مفهومش را بگیره و احکامی که در این سوره مبارکه این را بگیره، چون مسائل مهمی برای یک زن مسلمان گفته شده، از قبیل مسائل حجاب، از قبیل مسائلی که برای یک زن تهمت زده میشه حکمش چیست و مسائل دیگری که الله متعال سبحانه و تعالی از اول سوره تا یعنی تا اخیر آدابی از آداب شرعی و آداب اسلامی که برای یک مرد و برای یک زن به خصوص مهمه الله متعال سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه بیان کرده. به هر صورت الله متعال در ادامه آیه چی میگه؟ و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمنین همه شما به سوی الله متعال سبحانه و تعالی توبه کنید و رجوع کنید لعلکم تفلحون، اگر میخواهید به فلاح و رستگاری برسید. پس ای زن مسلمان، ای خواهر مسلمان، اگر میخواهی که واقعا به فلاح و رستگاری برسی، تنها راهی که میتونه حقیقتا تو را از عذاب الله متعال سبحانه و تعالی نجات بده حجاب توست. حجاب بگیر، در برابر افراد نامحرم عفت و حیای خود را ارزان نفروش. و مسئله بعدی که حقیقتا این هم یعنی میشه گفت که دومین
نوع هست از انواع حجاب، حجاب در گفتاره، در گفتار که یک زن مسلمان آدابی را باید در گفتار خود مراعات بکنه. اگرچه به صورت کلی اگر بگیرین الله متعال سبحانه و تعالی در آیات متعددی برای عموم مسلمان ها طریق حرف زدن را یاد میده و قولوا قولا سدیدا. مثلا الله متعال سبحانه و تعالی میگه و یا میگه شما قول حسن بگین، شما اقوال نیک بگین، قول نیک بگین برای مردم آزار ندین، اقوال شما باعث، سخنان شما باعث آزار و اذیت دیگران نشه، دیگران را نیش زبان نزنین یا به تعبیر عامیانه بگین. این تعبیری که قرآن کریم داره. اما یک سری صفاتی برای یک زن مسلمان هست که یک فرد، یک زن مسلمان، یک بانوی مسلمان باید توجه داشته باشه به آن. طریق حرف زدنش با نامحرم، و این طریق حرف زدن را الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نور در آیت 32 میگه که فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. الله سبحانه و تعالی میگه شما صدای خود را نرم و نازک نکنید، در سخن گفتن صدایتان را نرم و نازک نکنید، فیطمع الذی فی قلبه مرض، که مبادا فردی که در قلب او مرض طمع بکنه به طرف شما. چون صدا حقیقتا اگر یک زن مسلمان متوجه تون و متوجه روش سخن گفتن و صدای خود نباشه، ممکنه که طرف مقابل را خیلی راحت به طرف فحشا و به طرف بدی بکشانه. به هر صورت الله سبحانه و تعالی آدابی را و صفاتی را حتی برای سخن گفتن زن مسلمان الله متعال بیان میکنه که یک زن مسلمان متوجه باشه که چگونه حرف بزنه و چگونه سخن بگه تا باعث این نشه که به هر حال یعنی او را، دیگران را به بیراهه بکشه به صدای خود. و عجیب اینه که امروز واقعا انسان جناب استاد تعجب میکنه، برخی از این افرادی که خودشان را دانا میدانن در فقه نوازل، یعنی خودشان را فهمیده میدانن که والله امروز جهان فساد گرفته و امروز فلان شده و فلان شده و امروز باید احکام اسلامی متفاوت باشه و فرق کنه و بنابر برخی از فقه اولویات و فقه مقاصد زیادتر مطرح میکنن. این مسائل یعنی حقیقتا ما آسانگیر هستیم و پیامبر گفتن که یسر ولا تعسر، آسان بگیرید و سخت نگیرید. این مسائل جناب استاد میان مطرح میکنن از این اقوال رسول الله و از اقوالی که در قرآن کریمه و آنچه قواعد و اصولی که علمای اسلامی در باب فهم فقه اسلامی گذاشتن یا در باب فهم قرآن کریم و حدیث نبوی گذاشتن سوء استفاده میکنن. چی میگن؟ اشکال نداره که یک زن امروز بیای روی استیج استاد بشه بخونه، صدا نرم و نازک میکنه بکنه، تون صدای خود را به هر جهت میکشانه بکشانه، به هر شکلی که اشوه‌گری میکنه با صدای خود بکنه، اشکال نداره. اینها در کجای قرآن آمده که رده؟ در کجای قرآن آمده که رده؟ و این آیه قرآن کریم حقیقتا مشتکوبنده است بر فرق سر انسانهایی که به دنبال گمراهی اند، یعنی افرادی که به دنبال اینند که مردم را به گمراهی بکشانند. اونهایی که نمیفهمند این آیه شفای قلب آنها خواهد شد و ان شاء الله از این راه باز خواهند گشت. اما کسانی که میفهمند و برای فتنه انگیزی و برای فتنه اندازی در میان مسلمان ها هستند که تا مسلمان ها به نام قرآن و به نام اسلام تبلیغ غیر اسلام را برای مردم بکنند و زیر چتر قرآن قایم بشن و گم بکنن خودشان را و مخفی بشن، این حقیقتا آیه قرآن کریم بر فرق سر آنهاست و آنها را رسوا میکنه. الله متعال سبحانه و تعالی میگه فلا تخضعن بالقول. برای من نمیگه، برای شما نمیگه، برای مردان نمیگه، فلا تخضعن. البته این فقط حرف زدن عادی است. وقتی کسی میایه دق الباب میکنه یا از پشت تلفن تو با طرف مقابل صحبت میکنی، در مورد صحبت عادی نباید نرم صحبت بکنی، نباید به گونی صحبت بکنی که طرف مقابل و طرف خود جلب و جذب بکنی. اما ای که در رابطه با زنهایی که مثلا امروز آوازخوانی میکنن، امروز ترانه خوانی میکنن، فکر کنم که کاملا عجیبه جناب استاد. ما را متهم میکنن به تعصب، میگن اینها تعصب دارن. نه، اولا یک نکته را جناب استاد فراموش نکنین که ما یک تعصب داریم، یک تمسک داریم. تعصب تا تمسک فرق میکنه. تعصب اینه که بر چیزی که وجود نداره انسان پافشاری بکنه، برای یک چیزی که دلیلی نداره، دلیلی در این مورد نیه، نه از قرآن نه از سنت نه از اسلام دلیلی نداری، پافشاری میکنی که نباید این باشه. ولی تمسک اینه که تو به قول الله و پیامبر بچسبی و آن را محکم بگیری.
این فرقه. امروز اینها تمسک را به نام تعصب یاد آوری میکنن. ما وقتی آیه قرآن کریم را میگن اینها فکر اینها برمیگرده به 1400 سال پیش، در حالی که فکر شما رقصنده ها و فکر شمایی که این فکره غلط را در میان مردم 1400 سال خیلی 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 از گذشته برمیگرده. چون در دوران جاهلیت اگر بیایم ببینیم، در دوران جاهلیت بی‌حجابی وجود داشته. در دوران جاهلیتی که قبل از اسلام، یعنی قبل از مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، رقص و آوازخوانی و با استفاده سوء از زنان در میان کفار قریش وجود داشته. اگر واقعا مثل که شما اشاره کردین، اگر ای که به افرادی که به دستور الله و پیامبرش تمسک دارن اینها را به تعصب متهم کنن، خود از اونها ای کلمه یا ای تهمت بر خودشان برمیگرده که شما تعصب دارین به چی؟ به زمان جاهلیت. در حالی که شما اشاره کردین تمسک ما دلیل داریم. وقتی تو خودت مسلمان مینامی، وقتی خودت تابع دستورات الله تعالی میدانی، باید به فرامین الله تعالی سرخم بکنی. باید تسلیم شوی. و عجیبیه جناب استاد که واقعا اینها همیشه فقط یاد دارن پشت پرده حرف بزنن و هیچگاه اینها جرأت رویارویی با اهل علم و با کسانی که چیزی از دین میدانن نمیکنن. جرأت نمیکنن، یعنی جرأت نمیکنن که رویارو بشن. یعنی کلی گویی میکنن، فلسفه بافی میکنن. وقت طرف مقابل اگر اهل علم باشه با ایشان مواجه شه و از آیات قرآن صحبت بکنه، میگه خب تو حالا آمده از آیات قرآن برداشت خاص خود داری، ما برداشت خاص خود دارم. بازی طوری یک تعبیرها هم میکنن. تعبیرات آنها خب زیاده، تعبیرات شیطانی و فلسفی آنها زیاده. به هر صورت جناب استاد حقیقتا یعنی امت اسلامی و خواهر مسلمان و برادر مسلمان باید فرق در میان تعصب و تمسک را بفهمه. چون امروز تحت نام تعصب که اینها تعصب دارن و اینها عقبگرا هستند و اینها فلان هستند و فلان هستند و به هر حال به دنبال برمیگردند و این مسائل، خیلی از خواهرای مسلمان ما را تحت این عناوین بی‌حجاب کردند و خیلی از جوانان ما را به طرف گمراهی کشاندند، در حالی که اینها فرق در میان تمسک و تعصب را تا حالا نفهمیدند. تعصب گفتیم در چیزی که دلیلی وجود نداشته باشه، مادامی که دلیل صریحی از قرآن کریم هست به این نمیگویند تعصب. تو که به عنوان یک فرد مسلمانی اگر چیزی که در قرآن باشه و چیزی که در سنت پیامبر باشه او را تعصب بنامی و اصرار یک نفر را و پافشاری یک نفر را روی آیه قرآن که قرآن میگه این کار باید بشه اونم میگه باید بشه و سنت پیامبر میگه باید بشه اونم میگه باید بشه، این را تمسک بنامی، این را تعصب بنامی، حقیقتا تو باید بگی قرآن کتاب تعصب و نعوذ بالله پیامبر هم پیامبر متعصبی بوده. امروز دیگه کدام توجیه دیگری نداره جناب استاد. جناب استاد فاطمه، ما در عصری هستیم که عصر تخصص است، عصر تخصص های حتی دقیق است. امروز اگر یک فکر کنین که یک انسانی که در عرصه صنعت تخصص داره، اگر وقتی میایه در عرصه مثلا حتی اقتصاد صحبت میکنه، به او حق نمیتن، میگن تو حق نداری چون تو تخصص نداری. چی برسه که این فردی که در عرصه صنعت، در زمینه صنعت تخصص داره، بیایه در تخصص پزشکی صحبت بکنه، اصلا کسی نمیپذیره. اما امروز متاسفانه خیلی راحت یک فردی که هیچ تخصص در باب دین نداره، در حالی که ما هر کسی که خود مسلمان میدانه ما او را تشویق میکنیم که باید مسائل دینی در اولویت قرار داشته باشه. باید امروز یک پزشک، یک مهندس، یک تاجر، یک اقتصاددان، یک حقوقدان مسلمان باید از مسائل دینیش کاملا آگاهی داشته باشه. درست. اما متاسفانه امروز میبینیم که ندارن، با وجودی که از مسائل دینی آگاهی چندانی ندارن، اما میان خیلی راحت صحبت میکنن در مسائل دینی. من اینجا شاید افراد عامه امت ما را اینجا یک نوع ملامت بکنم، به خاطر از اینکه
تو وقتی که در عرصه پزشکی بگم، در عرصه مهندسی بگم، در عرصه تجارت بگم، در عرصه حقوق بگم، میری با اهل تخصص، با کارشناسا، با اهل خبره مشوره میکنی و رأی از اونا را میگیری. چرا در مسائل دینی، در مسائل عقدی که خیلی ها تخصصی تر است، نظر یک عالم شرعی، نظر یک متخصصی که در علم حدیث یا در علم فقه تخصص داره، او را نادیده میگیره به بهانه ای که این متعصب است یا این عقبگراست یا این با به اصطلاح پیشرفت های روز سر سازگاری نداره. ما اینجا خواستم که این نقطه را یادآور شم که ملامت میکنم. یعنی تو وقتی که خود مسلمان میدانی، خواه خواهر هستی، خواه برادر هستی، تو مکلف و مأمور هستی که مسائل دینی تا اگر اطلاع نداری از کسی پرسان بکو، از کسی بپرس که او تخصص داره. جناب استاد، من با این حرف شما موافقم، اما میخوام یک چیز دیگه اضافه بکنم. همچنان که مشکل برخی از برادران و خواهران ماست که به دنبال اهل تخصص نمیرن، که در هر مورد ماشاءالله به دنبال اهل تخصصن. مثلا دندانشان را درد میگیره، از هر کس پرسان میکنن که دکتر یا طبیبی برای ما معرفی کن که فهمیده باشه. یعنی نه طبیب، دندان پزشک متخصص. بله. و دندان پزشکی باشه که حتی در رشته دندان پزشکی باید دکترا داشته باشه، نه اینکه فقط لیسانس باشه یا مرحله بکالوریوس یا مقطع ماستری یا کارشناسی داشته باشه. درسته جناب استاد، این حقیقتا یعنی واقعا جای داره که از برخی از برادران و خواهران ما در این مورد گلایه باشه که شما چرا به دنبال اهل تخصص نمیرین. و عجیب اینه که وقتی ما این حرف میزنین میگن شما میخواین دین انحصار بکنین برای خود. این انحصار دین نیست جناب استاد. من میخوام این شبهه را برطرف بکنم از بعضی از برادران در مسائل مهم، مثلا مسئله حجابی که ما فعلا مطرح میکنیم. به این واسطه میگین که شما به دنبال اهل تخصص برین، که اهل تخصص بهتر از کسانی میدانند که اونها چیزی نخواندن و تخصصی در این مورد ندارن. به عنوان مثال، مثل که یک طبیب را زدیم، مثال یک طبیب را، شما همیشه به دنبال اهل تخصصید که بهتر بفهمه. تخصص دقیق تر. بله. حالا در اینجا گناه اون متخصص چیه که شما گناه را می اندازید به گردن او که او میخواد به خودش انحصار کنه؟ نه، خودتان میفهمید که او بهتر میدانه، چون بهتر میدانه شما به دنبالش میرید. اما یک فردی که تخصصی در دین نداره، رفتن و به دنبال این و شنیدن حرف این، و عجیب اینه که جناب استاد برخی از اینهایی که در این موارد اظهار نظر میکنن، شاید شما هم در برخی از مجالس دیده باشین، داخل مجلسی که حرف دینی بالا میشه، یک مسئله دینی مطرح میشه، هر کس نظر میده، مثلا علما نشسته نظر میدن، یکی از اخیر مجلس که تا حالا سوره فاتحه رو یاد نداره درست بخونه، از اونجا صدا میکنه والله به نظر من این درست نیست. بابا جان تو چی کاره هستی که در این مورد نظر میدی؟ و اگر این حرف بزنین که چی کاره هستی، شما را متهم میکنه که اینها دین احتکار کردن و مسائل دینی را فقط انحصار کردن. این بحث انحصارگرایی نیست جناب استاد، بحث تخصص. بابا جان تو در این مورد تخصص نداری، در چیزی که تخصص داریم ما میایم به نزد تو، از تو میپرسیم، از تو استفاده میکنیم، اما جایی که تخصص تو نیست ساکت باش. ای کاش ما میگیم که ای کاش که کسی که در پهلوی ای که تخصص علوم روز را داره، اگر تخصص دینی هم داشته باشه اونجا اظهار نظر کنه، هیچ اشکالی نداره. بله، هیچ اشکال نداره. و دیگه جناب استاد این خب اضافه‌ای بود بر حرف شما، اما یک گلایه دیگر از برخی برادران یا خواهرانی که در علم دین فهمیده اند، سکوت اینها در برابر این دجال ها حقیقتا دردآوره. این یک حقیقت جناب استاد باید قبول بکنین که امروز در برابر این طایفه از مردم و این تیف از مردم سکوت شده. در یعنی حتی هدف اسلامی دانست که حتی امروز وقت ما خیلی بیشتر شاهدی هستیم که در صفحات اجتماعی، در رسانه های جدید بگیم، چه توییتر باشه، چه فیسبوک باشه، چه وسایل جدید دیگه باشه، وقتی در این صفحات خیلی شبهات امروز مطرح میشه و خیلی ها که تخصص ندارن میان صحبت میکنن، یعنی مکلف هست کسی که شما هدف دانید که کسی که از دین آگاهی داره، معلومات داره، بلدیت داره به مسائل دینی، نباید سکوت بکنه، باید ردیه بده. این یک اصل مهمه، تمام بینندگان عزیز بفهمند و متوجه باشند. این یک اصل مهمه. مادامی که شما میدان را خالی نگه دارین، دیگری میای میدان را پر میکنه.
این یک اصل مسلمه. اما هر گاهی که میدان خالی باشه کس دیگه میای میدان پر میکنن، وقت نباید ما شکایت داشته باشیم که چرا اینها میاین میدان پر میکنن. میدان نیاز داره که پر بشه. شما که نیامدین پر نکردین، دیگری آمده پر کرده. و جناب استاد عجیب بر اینه که بر برخی از حقیقتا اینها به عنوان اعتراض نیه، به عنوان گلایه از برخی از عزیزانی که در علم دین آگاهند یا تخصص دارند در علم دین، ولی در این باب عقب نشینی میکنن. و این عقب نشینی را به چی بهانه میکنن؟ که والله ما نمیخواین که این آدم بزرگ بشه، در حالی که درست این ارزش نداره که بزرگ بشه. الله متعال سبحانه و تعالی ابی لهب بی ارزش یک سوره در مورد او نازل میکنه، چون مردم بفهمند که این بابا جان ابو لهبه و این هم صفاتش هست، این هم زنش هست که این دشمنی رو با پیامبر علیه السلام کرده. و از این قبیل در قرآن کریم زیاده که الله سبحانه و تعالی چهره های یا به نام یا به غیر نام افشا میکنه. از فرعون الله متعال نام میگیره، فرعونی که مرده، ولی به خاطر اینکه دیگران از اعمال او عبرت بگیرن الله متعال سبحانه و تعالی نقل میکنه. از دیگران زیادن در قرآن کریم جناب استاد. و به این بهانه که والله ما نمیخوایم فلانی بزرگ بشه، در حالی که او در حال گمراه کردن مردمه، در حال گمراه کردن مردم، در حال گمراه کردن جوانان، در حال گمراه کردن مسلمان‌های زیر چتر اسلام. حداقل تنها کاری که باید اهل اسلام بکنن و اهل علم بکنن اینه که این نفر از زیر چتر اسلام بکشن بیرون. اما فقط کار شما میگین اهل تخصص باید بکنن یا همه هر کس که میفهمه در موردی حالا مهم خب نیست. میشه احیانا طرف شبهات در راستای شبهات کار کرده و شبهه پراکنی میکنه. نه منظور میه که جناب استاد تخصص نداره. جناب استاد منظور میه که در جزئی از این شبهات او حداقل چیزی میدانه باید حرکت بکنه. یا حداقل سیایی لشکر بشه به پشت دعوتگران، نه اینکه خودش را کنار بکنه. جناب استاد امروز که حال صحبت ما شما در ارتباط به حجاب است، میبینیم که امروز هر کس حتی آمدن، ما البته قرار بود که بعضی از تصاویر هم نشان بدیم، اما به نسبتی که چهره های خانم هاست یا چهره های بانو هاست نتونستیم که نشان بدیم. امروز با کشیدن تصاویر یا با ترسیم بعضی چیز از اشکال حجاب میگن این حجاب شرعی است مثلا، در حالی که فکر نکنم چون خیلی ها تنگ است و مفاتن زن مفاتن زن بروز میکنه که البته ما شما در باب صفات داریم، من نمیخوایم که در چیز وارد شد. جناب استاد من میخوام یک نکته دیگر عرض بکنم و انشاءالله بحث این بحث تمام بشه که به حال حاشیه روی نشه. امروز جناب استاد ما دو صف داریم، صف حق و صف باطل. صف سومی وجود نداره. صف سوم صف نفاقه. یا حق باید باشی یا باید باطل باشی، یا باید دنبال حق بری یا دنبال باطل بیای. امروز جناب استاد همه چیز واضح شده. اما امروز برعکس یک چیز داره میگن بعضی کسا میگن شما افراطی هستین، شما تندرو هستین. ما یک حد داریم، حد میانه، یعنی بین کفر و بین افراطیت یک اصطلاح دیگره که اصطلاح دقیق است که اصلا دین اسلام دین میانه روی است. خودش بدون شک دین وسطیت است. اصلا تمسک جستن به آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خودش عین میانه روی است. اما کم کردن از دین به معنای تفریطه، زیاد کردن به دین به معنای افراطه. اما عین این که ما تمسک بجوییم به آیات قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، این عین میانه روی است که قرآن کریم خودش میگه. به هر حال جناب استاد منظورم است که برای برادران و خواهران مسلمانم این را بدانند که فقط ما امروز دو را داریم، حق داریم و باطل داریم. راه سوم وجود نداره. امکان نداره که شما خودتان را کنار بگیرید والله من امروز نه این طرف میرم نه اون طرف میرم، نه دنبال این میرم نه دنبال این میرم. شما حداقل یک راه را باید انتخاب کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید در مورد دین خود و یک راه را باید انتخاب کنید، نه یا دنبال باطل بروید یا دنبال حق بروید. راه سومی نیست. راه سکوت امروز نیست جناب استاد که یک جوان مسلمان ماشاءالله همه امکانات در دسترسش هست ولی در این باره سکوت میکنه. حداقل در چیزی که میدانه، یا اگر هیچی نمیدانه حداقل سیاهی لشکر پشت سر اهل حق باید باشه و این یک اصل مسلمه جناب استاد. این واقعا به عنوان یک فرد مسلمان بگم برای تمام جوانان عزیز که هر جوان مسلمان چی خواهر و چی برادر باید این نکات را توجه بکنه. امروز مسائل مهمی در
فضای مجازی یا در به هر حال فضای عمومی به هر صورت در میان مردم پخش و نشر میشه، به خصوص مسئله بی‌حجابی خیلی راحت این آیات قرآن کریم قبول نمیکنه، رد میکنه. شما میگین که الله متعال میگه که در قرآن کریم به صورت صریح میگه فلا تخضعن بالقول، ولی میگه نه اشکال نداره یک زن بیه روی استیج بیسته، یک دختر بیه روی استیج بیسته، حرکات ناموزون یا موزون انجام بده به نام رقص در محضر همه جوانها و در محضر همه جهان از طریق تلویزیون و صدای خودش رو نرم و نازک بکنه، برقصه، لباس بد بپوشه، اشکال نداره. در کجای اسلام آمده میگه که این رده؟ تو کجا اسلام را میخوای؟ کدام گوشه اسلام را میخوای که برای تو نشان بدین که این رده؟ ولی این نمیخوای اسلام. جناب استاد این تحت نام اسلام میگه که علما رو به چالش میطلبه. شما بیاین یک آیه در قرآن نشان بدین. بابا جان یک آیه در قرآن نه 100 آیه در قرآن برای تو نشان میدیم، تو جرأت کن بیا روبرو بشو. تو جرأت بکن بیا روبرو بشو، این حرفه ها را بیا در کنار هم بگذار که تو چی گفتی، بعد آیات قرآن کریم رو بیار در کنار آن بگذار، ببین که قرآن کریم چی میگه. بنان الله متعال سبحانه و تعالی جناب استاد در قسمت حجاب گفتاری زن چی میگه؟ فلا تخضعن بالقول. برای زنها میگه صدای خود را نرم و نازک نکنید، در سخن گفتن صدایتان را نرم و نازک نکنید. این رقم نشه که باعث بر این بشه که کسانی که در قلبشان مرضه و این مرض اضافه بشه و خدای نکرده طمع بکنن در این که به هر حال شما را به ورطه هلاکت بیاندازن یا خودشان به ورطه هلاکت. پس زن مسلمان علاوه بر این که باید پوششش کاملا پوشش اسلامی باشه که البته در ارتباط به صفات و شرط های پوشش صحبت میکنیم، مسئله رفتار را هم در نظر داشته باشه که شما خیلی مفصل روش صحبت کردین و همچنین در مسئله گفتارش هم خیلی متوجه باشه ای که تنها بیای حجاب بپوشه، اما مثلا یک فرد از نگاه حجاب پوشاک یک زنه کامل است، اما میگه ما آوازخوانی میکنم. بله. این که حجاب نشد. این که حجاب نشد. خب اگر استاد اجازه بدین بریم روی محور بعدی که صفات حجاب است. بله. صفات حجاب در پوشش جناب استاد عبارت است از مسائلی که بعداً ما آنها را تشریح میکنیم. حقیقتاً برای یک زن مسلمان همچنان که در باب گفتار و در باب رفتار یعنی حرکات و اینها مسائل گفته شده، الله متعال سبحانه و تعالی مسائل پیرامون پوشش بدنش یا لباسی که یک زن مسلمان میپوشه، برخی از صفات و شرایط را الله متعال بیان کرده. یا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها اشاره شده. از جمله مسائلی که یک زن مسلمان در لباس خود باید مراعات بکنه اینه که لباسی باشه که کل بدنش را بپوشانه، لباسی باشه که کل بدن زن مسلمان پوشانده بشه. همچنان که الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه یعنی هدف نیست که از سر تا پای، بله، کل بدنش را بپوشانه. ما بعضی حال امروز گفتم میگن چون روی هویت زن است باید هویتش مشخص باشه. بله این به هر حال دلیل خودشان هست، ولی ما در مورد این مسائل را اگر یادتان باشه در دو برنامه گذشته هم صحبت کردیم. به هر حال الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن. الله متعال سبحانه و تعالی میگه که همان خمار خود را، همان خمار که عبارت از اینه که به سر میاندازن و تا این قسمت های سینه ها و این قسمت ها پوشانده میشه. خمار امیر یعنی در سر که میندازه بله میشه روسری بگین، روسری بزرگ. بله روسری بزرگ که کل بدنش تا این قسمت ها یعنی پوشانده بشه. الله سبحانه و تعالی میگه که ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، بر جیوب خود بندازن. جیوب این قسمت میگه یعنی این قسمت ها به این قسمت ها بیاندازه خمار خود را. و این در سوره نوره. کسانی که میگن نه اشکال نداره اگر به هر حال به تعبیر این یخن زن اینجا روی شانه میبندن، اینجا روی میبندن، باز با پارچه که روی سر میگیم ما شما باز این قسمت میپوشانن و تعبیر میکنن که خمار همیست ما تا قسمت پوشنده. خب بحث رو خب جناب استاد گفتیم که یک بحث جدایی هست، یعنی به این بحث داخل نمیشه، بحث یعنی تحت این آیه قرآن کریم داخل نمیشه موضوع عورت بودن یا عورت نبودنش. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیت 59 باز چی میگه؟ این آیه در برنامه گذشته هم اشاره کردیم ولی اینجا به برخی از احکامش میپردازیم. الله متعال میگه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و بنات میگه، باز
اگر یادتان باشه در برنامه گذشته به این مورد هم اشاره شد که در اینجا بنات منظور چیست؟ بنات منظور چیست؟ که یعنی دختران خود. کسی که تماس گرفته بود بیچاره از خواندن آیت هم عاجز بود. الله هدایت بکنه. آمین. الله میگه که یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیامبر بگو برای زنان خود، و بناتک برای دختران خود، و نساء المؤمنین برای همه زنهای مؤمن، تنها زنان و دخترانت نه بلکه همه زنان مؤمن. اگر این آیه اولش این گونه می بود قل لازواجک و بناتک، این فردی که حالا شبهه پراکنی میکنه بله اشکال نداره بره هر زن هر نوع لباسی میپوشه بپوشه، اینها سختگیرن و اینها این ملاها و آخوندها امروز دنیا رو خراب کردن، اینها برای مردم سختگیری میکنن و مردم در زندان میاندازن و از این قبیل حرفا. الله میگه و نساء المؤمنین. حالا به زن مسلمان میگین، الله متعال میگه و نساء المؤمنین. حالا تو مؤمن هستی یا نه؟ بله. حالا مؤمن هستی یا نه؟ اگر مؤمنی خب داخل این آیه داخل میشی، اگر نیستی خب آن بحث جدایی هست دیگه. الله متعال میگه و نساء المؤمنین، ای پیامبر برای زنان مؤمنین هم بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، جلباب خود را بیاندازند بر بدن خود. جلباب چیزیه که از سر تا پا را میپوشه جناب استاد، از سر تا پا، از سر تا پای بدن زن را میپوشانه. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. الله سبحانه و تعالی میگه این برایشان بهتر است از این که شناخته بشن و اذیت بشن، چون در زمان جاهلیت تمیزی که در میان زنان آزاده و زنان کنیز بود این بود که زنان آزاده حجاب میکردن تا اینکه شناخته نشن با یک زن کنیز. چون یک زن کنیز مثل یک زن آزاده نیست. یعنی حجاب یک ویژگی و یک هویت زن مسلمان را نشان میداد. الله متعال سبحانه و تعالی در این آیه حقیقتا اشاره میکنه به هویت خاصی که زن مسلمان داره و هویت ویژه‌ای که زن مسلمان داره که تو با حجاب خود باید شناخته بشی و تو را بشناسن تا اینکه از اذیت و آزار افرادی که به دنبال آزار و اذیت زنان هستند در امان باشی. عجیب جناب استاد، امروز در کشور افغانستان و برخی از کشورهای دیگه زنان تظاهرات میکنن که بر ما تیکه انداخته میشه، یا نمیفهمم والله به تعبیر دیگر اگر کدام تعبیر سالم‌تر، برخشان خو خیمه هم میگن، حرفای بد میگن. حالا واضح بگم حرفای بد میگن برای زنها. مثلا زن یا دختر داخل بازار بیرون میشه، یک جوان برایش یک حرفی میگه، یک حرف بدی میگه، از کنارش میگذره و یک حرفی به هر حال برایش میگه، تیکه میندازه به تعبیر عامیانه. و این حقیقتا امروز زنها تظاهرات کردن. یا چند روز پیش مثلا اخبار پخش شد، حتی یکی از رؤسای بزرگی که امروز حکومت داره میگفت که ما شکایت داریم والله امروز در پوهنتون‌ها به دختران تجاوز میشه از طرف اساتید دانشگاه. البته با احترام به همه اساتید دانشگاه، افراد مغرض و افراد بدبختی هستند که این کارها را میکنن و این دلالت بر این نمیکنه که نام همه اونها بد بشه، ولی هستن افرادی که این کارهای منکر را انجام میدن. به هر صورت حالا کسی نیست که به این خواهر ما بگه، به این خواهر مسلمان ما بگه خواهر مسلمان، الله متعال در قرآن کریم برای تو گفته و برای تو گفته که بارها گفته، تو که قرآن را نخواندی این مشکل خودت هست. تو حجاب خود را بگیر تا از آزار و اذیت اونها در امان باشی. خب این خیلی واضح هست. باز اینجا یه خواهر که به هر حال در ذهن او شبهه میاد چی میگه خب شما چرا جلو مردا رو نمیگیرید، برای مردا نمیگید؟ همین قرآنی که در مورد تو این حرف را زده در مورد مردها هم گفته که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ای پیامبر برای مؤمنین، برای مردان مؤمن بگو که چشمایشان را ببندن و فرجگاهایشان را حفظ بکنن، شرمگاهایشان را حفظ بکنن. همین قرآن در مورد مرد هم گفته، اما این مرد عمل نکرده. این مرد به این آیه قرآن عمل نکرده، اما تو به خاطر عفت خود باید عمل بکنی. به خاطر عفت خود عمل بکنی. تو به مردها چی کار داری که حالا همه مردها بدن؟ تصور کن که همه بدن. خب تو در برابر اینها چی کار میکنی؟ تو هم بی‌حجابی میکنی؟ الله سبحانه و تعالی میگه نه، این کار نکنید. به خاطر که مورد آزار و اذیت قرار نگیرید و در مواقع اجتماعی ننویسید که والله امروز مرا اذیت کردن داخل فلان خیابان و داخل کوچه و استاد فلانی از من فلان درخواست را کرد. حجاب خود را بگیر.
حجاب خود را بگیر، حجابی که اسلام برای تو گفته. تو به عنوان یک دختر مسلمانی، به عنوان یک زن مسلمانی حجاب خود را بگیر، تو از شر انسان‌های مغرض در امان باشی، از شر بدچشم‌ها در امان باشی و این خودت را در حفظ نگه می‌داره. ولی اگر بی‌توجهی کردی به آیه قرآن کریم که مفهوم مخالف آیه قرآن این را برای ما نشان میده که اگر خواهر مسلمان ما جلباب نپوشید، خودش را درست نپوشاند، چیکار میشه؟ مورد آزار و اذیت قرار میگیره. مفهوم مخالف آیه هست. بله، اگر شما این کار را نکنید مورد آزار و اذیت قرار میگیرید. پس بنابراین خواهر مسلمانم 1400 سال پیش الله متعال برای تو گفته، اما اینکه تو توجه نمیکنی مورد آزار و اذیت قرار میگیری و امروز میای در یک موقع اجتماعی مینویسی، در یک سایت اینترنتی مینویسی که والله در فلان جا به فلان زن تجاوز شد و به فلان جا به فلان زن به چشم بد گفت دیده شد و امروز دخترها در امان نیستند و زنان در امان نیستند. لباسهایی که تو میپوشی حقیقتا گناه تو هم هست در این مورد، همچنان که گناه اون مریض القلبی که برای تو به چشم بد نگاه میکنه، گناه تو خواهر مسلمان هم هست. خب اینا دائم میگن، دائم کسایی که به چیز مخالفین، کسایی که مشکل دارن، بیمار هستن، دائم حتی از طبقه زنها که چرا شما جلو مردا را نمیگیرین. بله. خب تو تصور کن که این جامعه مشکل داره، این مردها بیمار هستن، تو مثل که شما اشاره کردین به خاطر حفاظت خودت، یا ای که تو خود در برابر مثلا در یک جامعه ویروس است، ویروس منتشر است، تو خود واکسین میکنی به خاطر جلوگیری از انتقال ویروس، یا ای که خود در معرض ویروس قرار میده. بدون شک یک انسان خود در همیشه شما جلو ویروس بگیرید. خب حالا جلو ویروس گرفته نشد، حالا ویروس منتشر شده. بله، ویروس منتشر شده. تو چیکار میکنی در برابر این؟ خودت را در معرض ویروس قرار میدی یا اینکه خودت را وقایع میکنی، حفظ میکنی؟ به شکل برای مردم مثلا در یک جامعه است که جامعه مثلا در اونجا زنها حجاب رعایت نمیشه، تو باید به خاطر از اینکه خود حفظ بکنی، تو برای تو مجاز نیست که ما بگی این ویروس وجود داره، نه، تو باید خود حفظ بکنی. بله، چشمت رو بپوش. بله، چشمت رو در اون جامعه بپوش. و این حقیقتا جناب استاد یک حرفی که همیشه به زبانها جاری است و حتی برخی از خواهران ما که فریب اینها را خوردند احیانا این حرفا را تکرار میکنند. فکر میکنه که حجاب یک مسئله که زن را در یعنی حقیقتا از جامعه دور میکنه یا زن را به هر حال خیلی گیر میده، زندان میکنه، در زندان میاندازه زنه. ولی حقیقت امر اینه که خواهر مسلمانم، چیزی که همیشه با ارزش باشه در حفظ میمانه، چیزی که با ارزش باشه او را حفظ میکنن. مثلا جناب استاد امروز ما مثلا به عنوان مثال اگر مثال بزنید، امروز ما طلا داریم و در برابر آن آهن داریم. آهن در هر جا هست، افتاده، هیچ کس هم با آن پروایی نمیکنه. شاید من، یعنی اگر ما خواسته باشیم به من بفروشیم آهن رو، خیلی قیمت کمی میشه، به هر جا افتادیه، چون بی قیمته، بی ارزشه، زیاده، ارزشی نداره. ولی در برابر آن طلا ارزش داره، همیشه حفظ میشه. حتی خواهر مسلمان ما که از طلا استفاده میکنه همیشه او را حفظ میکنه. اگر یک وقتی به گردن خود میکنه یا به دست خود میبنده یا به دست خود میکنه انگشتری به هر حال طلا میپوشه، چون برای زن مسلمان جایزه که طلا بپوشه، به هر حال استفاده میکنه از طلا. مثلا جایی که بیرون میشه یا پیش شوهر خود به هر حال میپوشه، اما این برای همیشه نمیپوشه، گاه قایم میکنه، ایرا مخفی میکنه، نمیخواد که در معرض باشه. یا این انگشتر را هیچ وقت نمیکشه، انگشتر طلا را که در ملای آمان را بیاندازه در یک جایی. ولی اگر آهن باشه میاندازه دور، در سر راه میاندازه، داخل خانه هر جا پیش آمد آن را میاندازه. ولی چون طلا با ارزش، آن را حفظ میکنه. و این حفاظت از طلا به معنای توهین به طلا نیست، بلکه ارزش دادن برای طلا هست. و این که اسلام عزیز آمده تو خواهر مسلمانم را گفته در حفظ، خودت را حفظ کن و خودت را بپوش، حقیقتا به خاطر ارزشی که برای تو داده، به خاطر ارزشی که برای تو داده. وگرنه اگر این حجاب حقیقتا بیایه ما را از پیشرفت منع بکنه یا ما را به پیشرفت نرسانه، مثل که برخی ها میگویند شما میگویید زنان خودتان را بپوشید و فلان کنید و فلان کنید، چرا این حرفا را میزنید؟ زنان نمیتونن پیشرفت کنن. پیشرفت میتوانن ولی به شما پیش نمیشن. این یک حرفیه جناب استاد. بله، پیشرفت میتونه یک زن با حجاب خود بکنه، مثل که در کشورهای اسلامی امروز ما میبینیم. عجیب، دیروز یک خواهری را دیدم، یک دکتر ماشاءالله، یک پیلوت یک طیاره هواپیما یا خلبان یک هواپیماست، زنه با حجاب اسلامی.
با حجاب اسلامی. این حجاب نمیه که دست اور بگیره که تو نرو، نمیخوای که تو پیشرفت بکنی، پیشرفت کن، ولی این خواهر مسلمان در حفظ میمانه از شر انسانهایی که طمع میکنن در طرف اون و امروز شبهه پراکنی میکنن که حجاب تو را ای زن مسلمان، حجاب تو را در خانه نشانده، حجاب تو را فلان کرده، حجاب تو را فلان کرده، در حالی که این حجاب این خواهر مسلمان را از دستبرد افراد مغرض مثل تو در امان نگه میداره. و این حقیقتا یکی از صفاتی است که خب پس اولین شرط و صفت حجاب شرعی را گفتین ایست که باید تمام بدن زن را بپوشانه. اولین شرط دومی؟ شرط دوم اینه که لباس زن نباید چسب باشه. یکی اینه که تمام بدنش رو بپوشانه. حالا برخی از لباسهایی هست که کل بدن را میپوشانه، هیچ جای از بدن زن را ظاهر نمیگذاره، از جاهایی که عورت ظاهر نمیگذاره. اما اگر استاد گرامی اجازه بدین یک میان برنامه میگیریم تا شما هم یک وضعیتتان خوب شه و پس برمیگردیم انشالله و برنامه ما را تکمیل میکنیم. بالمصطفى فلتنعم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای فرزندان آدم، لباسی برایتان فرو فرستادیم که شرمگاه‌هایتان را می پوشاند و نیز لباسی که مایه زینت شماست و لباس تقوا بهترین لباس است. این از نشانه های الله است، باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خداوندا تویی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچه دارم. اگر عمری به سجده سرگذارم، نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی و ما را بر هدایت رهنمودی. همه محتاج تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا صدها خدا را، ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. ائمه ناتوان در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اسوه‌ای از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند.
خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در رابطه به صفات و شرط‌های حجاب زن مسلمان یا حجاب اسلامی به معنای درستش صحبت میکردن و اولین شرطی که ذکر کردن گفتن باید حجاب پوشش زن مسلمان بزرگ باشه و تمام گشاد باشه و تمام بدن را بپوشانه و شرط دومی را گفتن عدم چسب بودن از او چسب نباشه. خب جناب استاد فکر کنم که شرایط شرطای حجاب زن مسلمان یا حجاب اسلامی باقی مانده و میخواین. بله جناب استاد اجازه بدین که دلیل همین حقیقتا چسب نبودن لباس زن را بگم که حدیثی است در مسند احمد که اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه، میگه رسول الله علیه السلام لباسی به من دادن. میگه بعد از چند روز رسول الله علیه السلام از من پرسیدن که ای اسامه چرا این لباس را نپوشیدی، چرا این لباس را نمیپوشی؟ یعنی میگه حتی برای مردم نه، اخیر حدیث اشاره دیگری داره. میگه پرسیدن رسول الله علیه السلام که چرا این لباس را نپوشیدی؟ میگه که من گفتم یا رسول الله آن را به خانمم دادم، به زنم دادم این لباسی که شما داده بودید. پیامبر علیه السلام فرمودن که برای زنت بگو مرها، زنت را امر بکو برایش بگو که فلتجعل تحتها غلاله، بگو که زیر این پیراهن زیرپوشی بپوشد. به خاطر که این لباس چسب بود و این لباس خیلی شفاف بود و ممکن بود که بدن زن را نشان بده، بدن زنش را، یعنی زن اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنها را نشان بده. به همین واسطه پیامبر چی گفتن؟ انی اخاف ان تصف حجم عظامها، من میترسم که مبادا بدنش را نشان بده و بدنش نمایان بشه، شکل استخوان‌بندی بدن نمایان بکنه، نشان بده و باعث بری بشه که فتنه برانگیز باشه. و این حدیث در مسند احمد آمده، در مسند احمد، امام احمد رحمه الله این حدیث را در مسند خود نقل میکنن. بنابراین این حدیث
دلالت صریحی داره بر این که لباس زن نباید چسب باشه و مادامی که چسب باشه این کار را یعنی باید انجام بده، نگذاره که لباس چسب در دید بیگانگان یا در دید انسانهای نامحرم قرار بگیره. استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتحی اگه اجازه بدین ما از دوستای گرامی در اتاق کنترل خواهش کنم که تلفن‌های برنامه را زیرنویس کنن تا اگر بیننده های میخوان اظهار نظر بکنن یا سوال داشتن سوالشان مطرح کنن. اما پیشا پیش بار دیگر تکرار میکنم و در هر برنامه تذکر میتونم که باید صحبت های بیننده های عزیز، سوال هایشان در چارچوب برنامه باشه و موضوعیت برنامه را رعایت کنن. هرگاه خارج از موضوع برنامه صحبت کنن دیگه ما پیشا پیش ازشان معذرت میخوایم که تماسشان قطع میکنیم و تلاش کنن که وقت تماس برقرار میشه مستقیما از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشن و نه وقت خودشان ضایع کنن و نه وقت ما و نه وقت بیننده های عزیز و گرامی را. خب احمد جان گرامی، اگر تلفن برنامه را زیرنویس کردین برمیگردیم به استودیو جناب استاد عبدالرحمن فاتح. خب شرط سومی، شرطی که حقیقتا سومین شرط میشه بگین از نظر حساب ما سومین شرط، یعنی شرطیه که زن نباید لباسی را بپوشه که شفاف باشه و نازک باشه. یک بحث چسبانه، یک بحث نازک بودن جناب استاد. اگرچه حدیث قبلی، حدیث اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما دلالت بر این داشت، دلالت بر شفافیت داشت که پیامبر علیه الصلاه و السلام گفتن که برایش بگو که فلتجعل تحتها غلاله، زیرپوشی به زیرش بپوشه. حالا یک حدیث دیگری که صحیح مسلم، امام مسلم رحمه الله این حدیث را روایت میکنه، پیامبر علیه الصلاه و السلام میگن، اگرچه این حدیث را ما قبلا هم در باب فرض بودن یا واجب بودن حجاب مطرح کردیم ولی باز هم تکرار میکنیم. الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند صنفان من اهل النار، دو صنف یا دو گروه هستند که از اهل جهنمند. بعد میفرمایند لم ارهما، من آنها را ندیدم، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، گروهی هستند که شلاقه های به دست دارن و مردم را میزنن. مثل به هر حال شلاقه های دارن و مردم را توسط آن میزنن. اما گروه دوم پیامبر علیه السلام میفرمایند و نساء، زنانی هستند کاسیات و عاریات، یعنی در ظاهر پوشیده اند ولی در باطن لختند. پوشیده اند و لختند. پوشیده اند و لختند یعنی چی؟ یعنی در ظاهر لباس داره، میبینین لباس داره، چیزی پوشیده، اما در باطن لخته. یا لباسش چنان چسبانه یا چنان نازک و شفافه که کل بدنش را نشان میده. یعنی آن فراز و نشیبی که بدنش داره کلا همه را واضح میکنه و آشکار میکنه و در دین نامحرم ها قرار میده. بعد پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند مومیلات و مائلات، اینها مومیل هستن، مومیلات هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه خودشان میل کننده هستن، میل میشن به طرف دیگران، میل کننده دیگران هستن به طرف خود، یعنی میل میشوند، در معرض میل دیگران قرار میگیرند. و مائلاتن یعنی اینکه خودشان باز به طرف دیگران میل میکنن، همچنان که دیگران را به طرف خود جذب میکنن خودشان هم به طرف دیگران جذب میشوند. اگر اجازه بدین استاد، بیننده های پشت خط هستن، باز با انشالله شرط بعدی میپردازیم. السلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ برادر ما از برای همین میپرسید. بفرمایید. گفتم که عمیل پرس اگر یعنی ضابطی یعنی بیننده گرامی بسیار ببخشید صدای شما قطع و وصل میشه. اگر جایتان تغییر بتین یا یکی بار دیگه دوباره تماس بگیرین بهتر میشه، چون صدای شما رو ما دقیق نمیشنویم. خب بفرمایید. خب میریم سراغ بیننده بعدی، انشالله که دوباره بیننده ما تماس بگیرن و صدایشان ما بتونیم بهتر بشنویم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما باشین، شما وصل هستین، بفرمایید.
بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی شما وصل هستین، از طریق گوشی تلفن با ما باشین. خب ما هر بار تذکر میتونم، ما متاسفانه مثل که بیننده ما متوجه نمیشن. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو. بفرمایید. بفرمایید خواهر گرامی. بفرمایید، صدای شما در رسیدی پخش میشه. و علیکم السلام. سلام، خوبی؟ سلامت. میگم ببخشید چند تا سوال داشتم. این سوالم این است که کاری زنانه، دست زنانه که سر کار میره، مثلا گرده چیندن میره یا سیب زمینی از این کارا، شاید درست است یا نه؟ رفتن زن سر کار. سوال دوم هم است که بله. سوال اولتون دوباره میشه مطرح کنین خواهر گرامی؟ سوال اول میاد که مثلا زن به سر کار رفتن آیا حکمش چیه؟ بعد گرده چیندن میره، بعد سیب زمینی چیندن من از این کارا. بله. بعد ایرانی خود کمکاری خود دست یاران تنک تو خونه خود دیگه سخت است برای نگاه. سال دوم هم است که دخترم گوش نگه تا صلاح کردم، ما گناه دارم ندارم، من 14 سالشه. خب این سوالتون سوال شرعی است، انشالله در برنامه پرسش پاسخ بهش پاسخ داده میشه. تشکر از شما خواهر گرامی. سلامت باشه. خدایا نگهدارت. خدا. سلامت باشین. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. دوستای گرامی اگر وصل هستن بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. شما وصل هستین بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید، خود معرفی بکنید. از کجا سوال دارم برادر. بفرمایید. یک سوال دارم، همین برادر بندگی کنه بیادر نتونه زنی برادر را گرفته. خب بیننده گرامی ببینین این سوالتان ابتدا سوال شرعی است که به برنامه پرسش پاسخ راجع میشه و دیگه ای که ما گفتیم اگر سوال داشتین در رابطه به حجاب، در رابطه به حجاب زن سوال کنین، اما خارج از حجاب سوالای شما راجع میشه به برنامه پرسش و پاسخ. تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی. استاد مهران خیلی برنامه جالب، آفرین استاد. استاد مهربان. تشکر. بفرمایید. استاد شخصانی صدای شما باز قطع شد. بفرمایید. الو. بله بله. اگر سوالتان عاجلتر مطرح کنین قبل از اینکه قطع شود. استاد مهربان، شخصانی که مانع حجاب میشوند در اسلام حکمشان چیست؟ بله درست است. و زنی که بله و زنی که موهای سر خود را در پس سر جمع میکنند از دیدگاه اسلام چیست استاد مهربان؟ موهای خود در عقب سرش میگن جمع میکنه؟ بله بله استاد. یعنی هدفتان اموز که مثل کوهان شطور یا بله بله بله. تشکر از شما بیننده گرامی. استاد مهربان این ما را بسیارتر میکشید در باره حجاب. انشاءالله. چون که در تاجیکستان حجاب بسیار در چی پست است. انشاءالله. تشکر از شما بیننده گرامی. تشکر. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، وصل هستین؟ بفرمایید وصل هستین شما بیننده گرامی. سلام علیکم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی.
برادر عزیز یک سوال داشتم که پوشیدن حجاب یعنی به چی شکل باشه برای خانم‌ها؟ آیا پوشیدن لباس که به طور کامل پوشیده باشه همی کفایت میکنه؟ یعنی تا همی بجولک پا باشه و دیگه چادر هم به صورت درستش خوب کلان باشه، فقط همی صورت پوشیده نباشه، همی کافی که باید صورت خواهر گرامی اگر شما از قسمت های قبلی برنامه را هم دیده باشین انشاءالله که جواب سوالتان خواد گرفتین و همین لحظه هم جناب استاد فاتح داشتن در ارتباط به صفت حجاب زن صحبت میکردن که از جمله دو سه ویژگی از این را شرح کردن که باید حجاب زن بسیار بزرگ باشه، گشاد باشه، فراخ باشه، شفاف نباشه، چسبان نباشه. اینا را شرح دادن و انشاءالله باز هم توضیح میتن. سوال دیگری هم داره؟ تشکر میکنم برادر عزیز. من شروع برنامه ندیده بودم، همین سلامت باشین. خواهش میکنم انشاءالله باز شرح میتن. تشکر میکنم از شما استاد محترم. تشکر از شما خواهر گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. یک سوال دارم مادر جان، همین مولای امام بعد قومت گفتن حق داره گپ زدن؟ بیننده گرامی چون ما از ابتدای برنامه خدمتتان عرض کردم که سوالایی که خارج از موضوع برنامه باشه نمیتونیم پاسخ بدیم. اگر در رابطه به حجاب زن، پوشش زن، چادری زن اگر صحبت داریم بفرمایید. سوال داریم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. خب مثل که قطع شد، میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر گرامی. من میخواستم یک پیشنهاد داشتم که امی حجاب اگر شود که امکاناتش باشه که امی یک چند نمونه نشان بده، تصویری نشان بده و بعض وقتا مثل که وضو نماز یاره که تلویزیون نشان میده. گرامتان امی حجاب هم پرتیم که کدامش درست است کدامش غلط، به خاطر که یک تعداد نفرایی که حجاب میپوشه بالا چادر میپوشن، طرف پایین پتلونای 24 و کلاه میپوشن که اصلا تمام اعضای بدنشون معلوم میشه. باید متوجه شون اگر امیر پرتین در تلویزیون بعض دفعه مثل میان برنامه که کدام قسم حجاب درست است کدام غلط است که تا متوجه شون. واقعا پیشنهادتون پیشنهاد جالب خواهر گرامی. انشالله که کار خواد کردیم انشالله. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم. بفرمایید. از طریق گوشی تلفن با ما داخل صحبت شیم. بفرمایید بیننده گرامی. گیرنده تانه ببندین، صدای تلویزیون تانه ببندین. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده گرامی میشنیم صدای تانه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. بفرمایید. استاد عزیز ما همی تو مفهوم میتونم که قومت ها افتار چی ثابت کنه؟ ما سوالتان نگرفتم، فکر کنم که سوالتان هم سوال شرعی بود. شما میتونین انشالله تقریبا 1.5 ساعت بعد برنامه فتوا یا برنامه پرسش و پاسخ به صورت مستقیم و زنده پخش میشه. هر سوال شرعی که داشته باشین در برنامه مطرح کنین و از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان سوال شرعی تان بپرسین. تشکر از شما. میرم سراغ بیننده بعدی. بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم. بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفنی با ما در تماس باشین، صدای تلویزیون تان ببندین. بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید. در مو اصلا همین زنها وقتی با خود میکنن در قبرستان دارن برای همه قبرت دارن میکنن. سوالتان نفهمیدم دوباره.
ما در جمهوری تاجیکستان ما زن اگر وفات نه زن ما به همه قبر همیشه باید هدفتان نیست که وفات زن به می‌کنه. قبرستان میره؟ یعنی نفهمیدم من. نه زنهایی که مثال وفات میکنن در ما در قبرستان میبریم بالای همون قبر چوبرک میکشن، یک چوبر بکشن. خب بازم سوالتان تقریبا خارج از موضوع برنامه است، انشاءالله که در برنامه پرسش پاسخ یا در برنامه برای پاسخ میتن جناب استاد. تشکر از شما. خب به عنوان آخرین بیننده یک تماس دیگر را میگیریم و برمیگردیم به استودیو، چون محاور برنامه ما باقی مانده. بیننده گرامی اگر پشت خط هستند، سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. خب اگر بیننده هستن پشت خط بفرمایید. بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین، صدای تلویزیون تا نبندین. خواهر گرامی السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام خواهر گرامی، بفرمایید. استاد عزیز یک سوال داشتم. بفرمایید. برای همین حجاب در تاجیکستان ما نمیمونن که چون حجاب کردن نگیرن حجاب را. بله. خب یکی از بیننده سوال کرد که کسایی که مانع حجاب میشن حکمشون چیست؟ ممانعت میکنن. حجابی سیاه نکنن میگه. خب دیگر رنگ باشه میکنن. حجاب یعنی حجاب از پوشیدن حجاب سیاه یا پوشش سیاه منع میکنن. بله بله. تشکر خواهر گرامی. تشکر. خب آخرین بیننده بود که در برنامه تماس گرفتن. برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. استاد فاتح فکر کنین که از سوال آغاز کنیم یعنی که محور برنامه را ادامه میتین؟ هر طور که شما اگر خیلی کوتاه در ارتباط به سوالات بیننده ها پاسخ بدین تا بریم. بفرمایید. اگر بگیریم از این آخرین بیننده که از تاجیکستان خواهر گرامی ما سوال کردن که در تاجیکستان پوشیدن حجاب سیاه را منع میکنن، آیا میشه حجابشان رنگ دیگری باشه، سرخ، سبز یا هر رنگ دیگری؟ ما جناب استاد در صفت حجاب یا در صفت پوشش حجاب و پوشش حجاب چیزی به نام سیاه و سفید و سرخ و اینها ندارن. المهمی که لباس مجلل نباشه، وقتی بیرون میشه خواهر وقتی بیرون میشه مجلل نباشه و کل بدنش را بپوشانه، چسبان نباشه، نرم نباشه، نازک نباشه، خلاص این صفاتش هست. یعنی لازم نیست که حتما سیاه باشه یا کدام رنگ دیگری باشه. المهمی که خواهر بعضی رنگا جذاب است، شاید به خاطر سوال کردن که گفتم جناب استاد جذاب نباشه، پوششی و تنگ نباشه، به هر حال یعنی این رقم به فکره مسلمان ها و خواهر مسلمان داده نشه که فکر کنه فقط و فقط سیاه حجابه، غیر آن حجاب نیست. نه. خب تشکر. چون وقت برنامه کم از کوتاه جواب بتین. خواهر دیگری که سوال کردن فکر کنم گفتن سر کار میرم یا با چه حجابی برم، اگر سوال در حال حجابی که اسلام گفته برای بیرون شدن خانه، برای بیرون شدن از خانه اسلام برای زن یک سری شرایط و یک سری مسائل گذاشته که خواهر مسلمان اینها را بفهمه. تحت شروط میتونه که خواهر مسلمان از خانه بیرون بشه با حجاب اسلامی و شروطی که اسلام برای بیرون شدن خواهر مسلمان گذاشته، خلاص شروط مراد کنه، اجازه داره، میتونه که برای ضروریاتی که داره بیرون بشه. حکم اشخاص یا جهت هایی که مانع حجاب زن مسلمان میشن، ولی نظام های دموکراسی و نظام هایی که در رأس آنها سکولارها باشن، حقیقتا نباید ما بیشتر از این از اونها انتظار داشته باشیم. این در نظام دموکراسی و در نظام سکولاریسم این نظام های پوسیده حقیقتا وجود داره برای جلوگیری از حجاب. وگرنه اگر به اصل و اصول خودشان برگردین میبینین که این کارشان اشتباهه. این کارشان اشتباهه که جلوگیری بکنن، برخلاف مبادئ خودشان عمل میکنن. از نظر اسلام الله متعال سبحانه و تعالی اینها را وعید میده به عذاب دردناکی که در سوره مبارکه نور در آیت 19 الله متعال سبحانه و تعالی در این مورد اشاره میکنه. کسانی که دوست دارن فحشا در میان مردم منتشر بشه، الله اونها را وعید به عذاب میده. خب عین بیننده در ارتباط به
موی مثل کوهان شتر جور کردن. بله در همین حدیثی که اگر یادتان باشه، در همین حدیثی که ما خواندین، پیامبر علیه الصلاة و السلام میگن و نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات یا ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. پیامبر علیه الصلاة و السلام میگن موهایشان مثل کوهان شتره. همین رقم که برادر ما گفتن، به این شکل یک خواهر مسلمان چون جلب توجه میکنه دیگران را، الله متعال آمده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگن که زن نباید موهای خود را مثل کوهان شتر بکنه، یعنی پشت سر خود موها را بلند بکنه یا به فرق سر خود موها را بلند بکنه به شکل کوهان شتر. کوهان شتر خب واضح شتر را ببینن به هر حال یک بلندی داره، یعنی یک زن مسلمان نباید مثل اون خودش را بکنه، سرش یا موهایش را جمع بکنه بعد اینها را به یک جا و یا به هر شکلی که جلب توجه بکنه. بعضیا موهای خود را ظاهر میکنن. در حدیث چیزی که برادر ما گفتن دقیقاً در حدیث پیامبر علیه السلام از این کار ممنوع شده، منع شده که خواهر مسلمان نباید این کار انجام. خواهر دیگه سوالشان پوشیدن حجاب به چه شکل باشه؟ بازم اگر جواب میتین. اگرچه ما فعلا در همین مورد صحبت میکنیم ولی باز هم اشکال نداره خواهر مسلمان. خب از این سوال از اینا میگذاریم چون دوباره پس انشالله وقت پیرامون صفات یا شروط حجاب زن سوال کردیم دوباره ایره تکرار کنیم. خب در خواهر بعدی ما گفتن باید اشکال مختلف حجاب نمایش داده شود که کدام حجاب اسلامی است، چون واقعا امروز وقت ما در برنامه بازسازی اندیشه صحبت میکنیم هست از اصحاب افکار و اندیشه های منحرفه که امروز تصاویر را نمایش میتن از حجابای مغلوط و حجابای اشتباه که اصلا حجاب نیست، ما نمیشه که بر رویش حجاب اطلاق کنیم. میگن این حجاب زن مسلمان است. گفتن اینا نمایش داده شد و ان شاء الله پیشنهاد شما در نظر گرفته میشه. خواهر گرامی، سوال بیننده که فکر کنم آخرین سوال بود، گفتن که هنگامی که زن فوت میکنه در بالش در مقبره چادر گرفته میشه یا تکه گرفته میشه؟ اگر ما دقیق سوالشون گرفته بله سوالشان همین بود. حقیقتا این در برخی از کشورهای اسلامی فعلا هم وجود داره و این کار خوبیه. علما این کار رو مستحب میدانن به خاطر اینکه حتی در حالت موت، حتی اینکه زن به هر حال فوت کرده از دنیا رفته، باز هم جسمش معلوم نشه. و عجیب اینه که مثلا در سعودی یا در حرمین شریفین بگین وقتی که زن فوت میکنه حتی داخل تابوتی که جنازه اش گذاشته شما از دور میفهمین که این زنه. بله. از دور فهمیده میشه، یعنی بالای بدن زن یک شکل ساخته شده که از دور معلوم میشه که بدن زن نمایان نشه و این کار بسیار خوبیه. و این که بالای قبر میپوشانن این در اقوال علما هم آمده. امام ابن قدامه رحمه الله در کتاب المغنی که بیشتر اجماع علما رو در کتاب خود نقل میکنه این نقل کرده، میگه علما این مستحب میدانن، امر مستحب به. خب کار خوبیه. تشکر استاد گرامی. فکر کنم سوالای بیننده تمام شد، فقط باز دوباره برمیگردیم به موضوع شرط های حجاب. اگر دوباره تکرار کنین تا خواهر که سوال کردن برشون مشخص تر شود. و بله ما گفتیم در شروط حجاب، در شروط توجه باشین که ما 7 دقیقه وقت بیش نداریم. والله این ضرب العجل ها برای ما وقت خیلی تنگ میکنه و احیانا شاید تلاش کنین حتی اگر فهرستوار هم ذکر کنین چون مقید به وقت هستیم جناب ان شاء الله کوشش میکنین. اول اینکه گفتیم لباس تمام بدن بپوشه، دوم از اینکه گفتیم لباس چسب نباشه، سوم از اینکه گفتیم لباس زن شفاف و نازک نباشه و چهارمی که لباس شهرت نباشه. جناب شفاف و نازک یعنی هدف نیست که جسم باید معلوم نشه. بله جسم معلوم نشه، چون امروز لباس‌های از خواهران عزیز ما میفهمن لباس‌هایی هست که وقتی خواهر مسلمان ما میپوشه از دور بدنش رو نمایان میکنه، یعنی نامش حجاب هست، برخی از اینها حتی نامشان حجابه، حجاب فلان، اما وقتی خواهر مسلمان میپوشه از دور تمام بدنش رو نمایان میکنه یا فراز و نشیب بدن خواهر مسلمان ما رو نمایان میکنه. خلاصه این درست نیست. جسمش تبارز نته. بله به هر ترتیب. بله درسته. لباس شهرت نباشه، یعنی به این معنا که لباس شهرت این هم برای مرد و هم برای زنه.
یعنی هدف تا نیست که امروز لباس مدلایی بپوشه که و به اون امروز مباهات بکنه، مباهات و افتخار بکنه، وقتی راه میره خیلی خودش را بزرگ بدانه. و این هم برای مرد و هم برای زن که لباس نباید انسان از روی شهرت لباس بپوشه، هم برای مرد و هم برای زن. و به خصوص برای خواهر مسلمان ما امروز میبینیم برخی از خواهران ما با وجودی که فقر و بدبختی در میان برخی از خانواده ها هست، خدا نکنه یک عروسی و یک مجلسی بشه، این لباس دیدن والله این لباس ندیدن والله این لباس فلان کردن، این لباس در فلان مجلس دیده شد، این فلان، اینها لباس شهرته، لباس شهرت جناب استاد. این حقیقتا این خواهر مسلمان ما این لباس شهرت میپوشه، لباس میپوشه که با این لباس خود مباهات بکنه، افتخار بکنه. و این در حدیث پیامبر علیه السلام این گونه آمده. در کتاب سنن ابی داود پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من لبث ثوب شهرة البسه الله یوم القیامة ثوبا مثله ثم تلهب فیه النار. پیامبر علیه السلام وعید شدیدی. اگر این ترجمه کنیم تا بله، پیامبر علیه السلام میگن من لبث ثوب شهرة، کسی که لباس شهرت میپوشه تا به آن مباهات و افتخار بکنه در نزد دیگران. حتی جناب استاد این نکته را اشاره بکنم، این کارها و این شهرت طلبی های برخی از خواهران ما توسط لباس هایشان باعث بر این میشه که بر بعضی مریضی روانی پیدا بشه، چون این داره و اون بیچاره‌ای که نداره میبینه هر روز چیکار بکنه، حتی نمیره عروسی در محافلی که چیکار بکنه، یعنی درمانده میشه. حتی میشه که یک خانواده خراب میشه به خاطر با شوهر خود میچسبه. این خواهر ما هم فکر نمیکنه بابا جان اون داره تو نداری، حالا چسبیده به جان شوهر باید تو برای من بخری، میچسبه به جان پدر باید تو برای من بگیری، چرا نمیگیری؟ دختر فلانی داره، زن فلانی داره، چرا من نداشتم؟ در حالی که لباس هم اصلا غیر شرعی است. بله. خب پیامبر علیه السلام چی میگن؟ البسه الله یوم القیامة ثوبا مثله. کسی که این لباس میپوشه الله متعال سبحانه و تعالی در روز قیامت همین طور لباسی در بدن این میپوشانه، ثم تلهب فیه النار، بعد در این لباس آتش دمیده میشه و آتش شعله ور میشه. سبحان الله. این حقیقتا در مورد کسانی است که چی مرد باشه و چی زن لباس شهرت بپوشه، و به خصوص مورد خواهرانی که حقیقتا باید توجه به این موضوع بکنن. و این که لباس خیلی جلب توجه کننده نباشه. درست احیانا لباس میتونه چسب نباشه، نازک نباشه، شفاف نباشه، اما لباس خیلی جلب توجه میکنه. وقتی خواهر مسلمان بیرون میشه داخل بازار، اصلا لباس چسب نیست، لباس کل بدنش را پوشانده، لباس نازک نیست، شفاف نیست، اما لباس چنان جذب کننده و جلب کننده که از دور همه را توجه میده برای خودش. اینطور لباس هم خواهر مسلمان بیرون از خانه نپوش. البته داخل خانه جناب استاد وقتی که محرمی وجود داره، خواهر مسلمان با به هر طوری که میخواد لباس بپوشه، هیچ جور ممانعتی برایش نیست. اینها مسائلی که بیرون از خانه یا در نزد نامحرم هاست، مادامی که نامحرمی هست باید متوجه لباس خود باشه. و همچنین این که لباس نباید لباس زن شبیه لباس مرد باشه یا لباس مرد شبیه لباس زن باشه. و این هم متاسفانه امروز برخی ها میبینیم در برخی از جوامع لباس زن و لباس مرد با هم تفاوتی نداره. همون لباسی که مرد میپوشه همون لباس زن میپوشه، همون لباسی که زن میپوشه همون لباس مرد میپوشه. و یا حتی برخی ها جناب استاد میبینیم که حتی در سخن گفتن خود، حتی در حرکاتشان، حتی در رفتارشان خودشان را شبیه مرد میکنن یا مرد خودش را شبیه زن میکنه. و این را پیامبر علیه السلام چی میگن؟ لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر علیه السلام لعن کردن. این حدیث در صحیح بخاریه. المتشبهین من الرجال بالنساء، کسانی که تشبیه کنندگان از مردانی که خودشان را به زنان تشبیه میکنند، و المتشبهات من النساء بالرجال، و زنهایی که خودشان را چی در لباس، چی در گفتار، چی در روش مردها خودشان را، یا مثلا موهای خود را به اندازه کوتاه میکنه که شبیه یک مرد میشه، شبیه موهای یک مرد میشه، یا لباسش را مثل لباس مردها میپوشه. این درست نیست. پیامبر علیه السلام از این کار لعنت کردن. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث 5885. اما موضوع دیگر این که آخرین صفتی که فکر میکنم باشه، چی برای مرد و چی برای زن و به خصوص به خواهر مسلمان، اینه که لباس نپوشه که مشابه لباس کفار باشه، لباسی که مشابه لباس کفاره. اینطور لباس‌های را نپوشه، لباس‌هایی که خاص به خودشان هست، نه هر طور لباس‌هایی که خاص برای خودشان امروز می‌بینیم که برخی خواهر، البته کلا نمیگیم، امروز از لباس‌های غربی تقلید میکنن. اگر چه جناب استاد اگر ما خواسته باشیم، یعنی در پیرامون کتاب مقدس، چی در عهد جدید و چی در عهد قدیم صحبت بکنیم، میبینیم که در تورات و در انجیل و در دیگه بقیه صحفی که از پیامبران هست، میبینیم که حتی همین کتابایی که امروز موجوده، با وجودی که
به هر حال دست خورده و است. تحریف شده. با آن هم آیاتی وجود داره که دلالت بر حجاب میکنه. اما امروز میبینین که زنان مسیحی و زنان یهودی و دیگران مشرکین و لایک ها اینها لباس های عجیب و غریبی میپوشن که خاص برای خودشان هست. برای زن مسلمان شایسته نیست که این لباس ها را به خاطر تشبیه به اونها و به نیت تشبیه به اونها این لباس را بپوشه. و پیامبر علیه الصلاة و السلام میگن این حدیث رو بگم من تشبه بقوم فهو منهم. ان شاء الله که کفایت بکنه. کسی که مشابهت میکنه با قومی از جمله از اوناست و با اونا شاید حشر شود. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. بیننده‌های عزیز و گرامی، اگر کسانی که مایل هستند در ارتباط به حجاب بیشتر بدانند و بیشتر معلومات حاصل کنند، میتونن با مراجعه به کتابخانه عقیده، برخی کتاب‌های فارسی در ارتباط به حجاب هست، مثل کتاب حجاب چرا، مثل حجاب زن. برای معلومات بیشتر میتونن به سایت کتابخانه عقیده مراجعه کنن و در ارتباط به حجاب هم معلومات خودشان را بالا ببرن و هم اگر خواهانی بودن که در میان زنان مسلمان، در میان خواهرانشان، البته خطاب متوجه خواهراست، صحبت داشته باشن، سخنرانی داشته باشن، خواهرها را متوجه کنن، میتونن به از این کتاب ها استفاده کنن. تشکر میکنم از جناب استاد فاتح گرامی و از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما بودین. البته ما طی 3 برنامه پیرامون تعریف واژه حجاب، فواید و حکمت حجاب و عیوب و عواقب بی‌حجابی و همچنین انواع حجاب و صفات و شرط‌های حجاب صحبت کردیم. امیدوار هستیم که از مباحث مطرح شده در این برنامه ها مستفید شده باشین. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.